مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 13 مارس سال 2024 از آشکار شدن باز دو دزدی خبر داد. در یک حالت یک زن دست به چنین عمل ننگین زده است. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که زن 35 ساله ساکن شهر استرافشان سانه 11 مارس سال 2024 تقریباً ساعت 14:00 دقیقه در حدود دهه‌شان به طریق پنهانی از جای زن 65 ساله همدهش همیون یورو که در داخلش 12600 سومونی تقریباً $1150 بود دزدیده از جای حادثه غیب شده است. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 39 ساله ساکن نویه باباجان غفوروف امروی خویشاوندش مرد 35 ساله ساکن نویه مذکور شب 9 مارس سال 2024 تقریباً ساعت 21:00 دقیقه طریق پنهانی به منزل استقامتی مرد 32 ساله ساکن همین نویه در آمده از آنجا مال و اشیای روزگار، لباس و متاع زنانه را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 27950 سومونی یا تقریباً $2500 را تشکیل می‌دهد. تفصیلات دیگر این حادثه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی گفت در رابطه با این حادثه پرونده‌های جنایتی بر اساس ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به متهمان بر اساس این بند قانون همچون جزا از 2 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. دزدی جنایتی از همه رایج در تاجیکستان به شمار رفته. از 21319 جنایت سال 2023 در این جمهوری ثبت شده 4241 جنایتش یعنی هر جنایت پنجم دزدی بوده است.